بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. در ادامه آیات سوره مبارکه احزاب، آیه 38 تا آیه 42 خوانده شد که در این آیات الله عزوجل در آیه 38 الله تعالی به بعضی از طعنه‌ها و ایرادهایی که بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم می گرفتند پاسخ می دهند. اصلش قضیه را ما در هفته گذشته در آیات گذشته خواندیم که خداوند تعالی مقدر فرمودند که زید رضی الله عنه، زید ابن حارثه که پسرخوانده رسول الله بود، با زینب بنت جحش که دختر عمه رسول الله بود ازدواج کند و خود رسول الله برای زید، برای فرزندخوانده خودشون خواستگاری کردند. اما بعد از اینکه این ازدواج انجام گرفت سازگاری با هم نداشتند و بالاخره زید طلاق داد. بعد از اینکه زید طلاق داد تقدیر الهی بر این بود که خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم نکاح کند و ازدواج کند با زینب. آن حضرت از این موضوع طبعا راضی نبود بر این مطلب، به دلیل اینکه مردم طعن و تشنیع می زدند، می گفتند و حرفهای اعتراضاتی که چگونه با همسر پسر خودش، پسر نبود پسر خوانده بود ولی جاهلیت پسر حقیقی می دانست، با او چطور ازدواج می کنه. اما چون الله عزوجل می خواست که به وسیله عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم این رسم را از بین ببرند، خداوند دستور داد. چون وقتی رسول الله ازدواج می کرد برای همیشه این رسم از بین می رفت. این رسم نادرستی بود. بعد از اینکه آن حضرت ازدواج کردند خب بگو مگوها زیاد شد و بعضی از افراد بالخصوص منافقین اعتراض کردند. در این آیه‌ای که تلاوت گردید خداوند تعالی پاسخ میده: ما کان علی النبی من حرج، بر نبی ما هیچ نوع حرجی نیست، هیچ نوع مضایقه‌ای نیست، هیچ ایراد و اشکالی وارد نمیشه. فیما فرض الله له، در اون چیزی که خدا برایش تعیین کرده، چیزی که خدا دستور داده این کار را شما انجام بدهید. پیامبر عظیم الشان اگر انجام بده یه دستور شرعی میشه، جز دین میشه، حکمی از احکام خدا میشه. لذا هیچ کسی حق نداره و هیچ کسی نمیتونه که بر اون ایراد بگیرد.
خورده بگیرد. و خداوند میفرماید، اشاره میکند به انبیاء گذشته، سنت الله فی الذین خلو من قبل. این سنت الهی هست که در پیشینیان گذشته، در انبیاء گذشته، هرگاه خداوند دستوری میداد به پیغمبر که عمل بکند، اگر اون پیغمبر عمل میکرد هیچ ایرادی بر اون پیغمبر کسی نمیتونست بگیره. و کان امر الله قدرا مقدورا. خداوند میفرماید امر الهی و دستور الهی، حکم الهی بالاخره شدنی هست. قدرا مقدورا یعنی یه حدی هست در تقدیر نوشته شده که شدنی هست، تعیین شده هست، مشخص و متعین شده هست، باید بشه، باید انجام بگیره. حالا در انبیاء گذشته بنابر حکمت و مصلحتی که الله بهتر میداند، خیلی از انبیاء همسران زیادی داشتند. حالا معروف است که ابراهیم علیه السلام 3 همسر داشتند. هاجر بود و ساره بود و یه همسر دیگه که قوم مدین از اون همسر متولد شده بود که پدرشون مدین بود. بعضی میگن مدین فرزند ابراهیم است. اما بقیه به بعضی از انبیاء، داود علیه السلام معروف است تو کتاب ها، بیشتر این روایت ها از کتاب های بنی اسرائیل هست که داود علیه السلام 100 همسر داشته، سلیمان علیه السلام 300 داشته. حالا این روایت ها رو نمیشه زیاد اعتبار کرد، ولی معلوم میشه که بعضی از انبیاء همسران زیادی داشتند. و شاید اونطوری که علما می نویسند یکی از دلایلش این باشد که وقتی که همسران پیامبر، چون پیامبر در قبال امت وظیفه دارد و آحاد امت مردان و زنان هستند، دین به قسمت مردان به وسیله مردان میرسد و در قسمت زنها به وسیله زنها. به همین دلیل میبینیم که ازواج مطهرات و همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم در رسوندن دین و در روایت ها از آن حضرت صلی الله علیه وسلم سهم بسیار بزرگی دارند. بخش بزرگی از روایت ها را همسران رسول الله به ویژه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنه. 1/4 یا 1/3 دین را ایشون برای ما روایت میفرمایند. لذا یکی از دلایل شاید این باشه. علی ای حال خداوند میفرماید این سنت الهی هست و این سنت الهی در انبیاء گذشته هم بوده. چیزی که خدا تعیین کند اون شدنی هست، کسی نمیتونه جلوش را بگیرد. الذين يبلغون رسالات الله، اینجا صفات اون انبیاء می آید، صفات الذين خلو من قبل، اون انبیایی که قبل از محمد صلی الله علیه وسلم گذشتند. این انبیاء صفتشون اینه، کسانی که هستند که یبلغون رسالات الله، پیامهای الهی را میرسانند، احکام خدا را، دستورات خدا را، و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، اونها فقط از خدا میترسند و از هیچ کسی دیگه نمیترسند بجز الله. از طعن و تشنیع مردم نمیترسند، از ایراد گرفتن مردم و اعتراضات مردم که بیجا هستند نمیترسند. حکم الله را، دستور خداوند را اجرا میکنند. معلوم میشه کسی که در مسیر انبیا باشد، پیرو راستین انبیا باشد، باید احکام خدا را اونگونه که خداوند راضی میشه، نه اینکه احکام را از طرف خودش تفسیر بکنه، احکام خدا را عملا انجام بده و از ملامت کنندگان بیم داشته نباشد. ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. خداوند کافی است از نظر حساب گیرنده فردا، همون حسابرسی پروردگار کافی هست. مردم حساب نمیگیرند، خدا حساب میگیره. انسان در حضور الله، در محضر الله حساب و کتابش پاک باشد. و بعد از این خداوند عزوجل
این مطلب را میفرماید که نه تنها محمد صلی الله علیه و سلم پدر زید نیست، پدر هیچ یک از مردان نیست. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد نیست پدر هیچ یک از مردان شما. یعنی هیچ مردی فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. حالا شاید در دل عزیزی این شبهه و این اعتراض وارد بشه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرزندان پسر هم داشتند، چنانچه معروف است که از حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خداوند 3 پسر به ایشون دادند: قاسم، طیب، طاهر. و از شکم ماریه قبطیه الله تعالی یه پسر دادن، ابراهیم. لذا 4 پسر داشتن. درست 4 پسر داشتن. اینجا هست که پدری هیچ یک از مردان شما نیست. رجال به مردهای بزرگ گفته میشه، رجل مرد بزرگ را میگن، پسر بچه و صبی را نمیگویند. اینها همه در طفولیت و در کوچکی، در کودکی فوت کردند و از بین رفتن. و این زمانی که این آیه نازل شد هیچ یک از اینها موجود نبودند. 3 تاشون که قبلا در مکه مکرمه فوت کرده بودند و ابراهیم رضی الله تعالی عنه که از ماریه قبطی است بعدا متولد شد و فوت کرد. لذا در وقت نزول این آیه هیچ کسی از فرزندان پسر رسول الله صلی الله علیه و سلم حیات نداشتند، همه وفات کرده بودند. لذا پیامبر صلی الله علیه و سلم پدر هیچ مردی نیست که بعدا زن اون مرد بشه عروس رسول الله، محرم رسول الله بشه. نه خیر. و زید رضی الله تعالی عنه پسر نبود، متبنا بود، پسر خوانده بود. البته رسول الله پدر هیچ یک از مردان نیست، اما پدر معنوی هست. ولکن رسول الله و خاتم النبیین. این ابوت و این پدری معنوی هست. منظور اینه که پدر تمام امت هست. اونجا نفی ابوت جسمانی هست، پدری جسمانی مردان، اینجا اثبات ابوت روحانی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پدر روحانی تمام امت هست، همان گونه که همسران رسول الله مادران ماها هستند، مادران روحانی هستند. و ازواجه امهاتهم، وقتی که ازواج ایشون امهات مؤمنین هستند، خود رسول الله صلی الله علیه وسلم اب مؤمنین، پدر مؤمنین هستند. اما این پدری جسمانی نیست، پدری نسبی نیست، پدری روحانی و معنوی هست. ولکن رسول الله، اما رسول الله عز وجل هست و خاتم النبیین، و ایشون خاتم النبیین هست. خاتم النبیین به معنای آخرین پیامبر و پایان تمام پیامبران. حالا بعضی قرائت هست خاتم النبیین و بعضی قرائت هست خاتم النبیین، که ما خاتم النبیین. خاتم از ختم و به معنای پایان هست، یعنی آخرین پیامبران، و خاتم به معنای مهر هست. یه چیزی که وقتی درست میکنند، یه مجموعه، یه پروژه، هر چیزی وقتی که تمام بشه آخرش مهر میزنند. بعد از اینکه مهر شد و پلم شد دیگه هیچ چیزی بهش اضافه نمیشه. گویا انبیا یک سلسله‌ای دارند، از آدم علیه السلام آغاز میشه و شروع میشه و به محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که میرسد، محمد صلی الله علیه و سلم مهر پایانی هست، آخرین پیامبر هست. به همین خاطر ایشون میفرماید انا خاتم النبیین
لا نبی بعدی، من خاتم النبیین هستم و هیچ نبی بعد از من نیست. و در جای دیگه میفرماید انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم، من آخرین انبیا هستم و شما آخرین امت ها هستید. بنابراین عزیزان، این اعتقاد ما هست، ایمان ما هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها رسول و نبی خدا نیست، بلکه آخرین رسول و آخرین نبی خداست و بعد از ایشون این اعتقاد به ختم نبوت یکی از ایمانیات هست. بعد از ایشون دیگه پیامبر نمیاد و اگر کسی اعتقاد داشته باشه که بعد از ایشون پیامبری آمده و می آید، این اعتقاد کفری هست و این اعتقاد با آیه صریح قرآن در تضاد است. لذا کسانی که معتقدند که فلان شخص در هندوستان میرزا غلام احمد قادیانی، آقای غلام احمد قادیانی پیغمبر هست، این اعتقاد کفره. یا کسانی در ایران که معتقدند که بهاءالدین پیغمبری هست بعد از پیامبر خدا، این اعتقاد کفره. اینهایی که اعتقاد به ختم نبوت ندارند، اینها از دایره دین و از دایره اسلام خارج هستند، مسلمان نیستند. خداوند عزوجل صراحتا میفرماید ولکن رسول الله و خاتم النبیین، رسول خداست و خاتم النبیین هست. اینجا خاتم الرسول بیان نشد، خاتم النبیین. چرا؟ چون که رسول و نبی با هم دیگه نسبت عام و خاص دارن. نبی عام هست، رسول خاصه. رسول به کسی گفته میشه که کتاب مستقلی دارد، شریعت مستقلی دارد، و نبی به کسی گفته میشه که تابع و پیرو رسول گذشته هست. مثلا در بنی اسرائیل حضرت موسی رسول خدا بود، بقیه انبیایی که آمدند حضرت هارون، یوشع، قالب، اینا همه نبی بودند، اینا پیرو شریعت موسی، داود، سلیمان، اینها همه پیرو شریعت موسوی بودند، احکام را از تورات می گرفتند. لذا هر رسول نبی هست، اما هر نبی رسول نیست، نبی عام هست. لذا وقتی که بعد از ایشون نبی نمی آید، بعد از رسول الله، رسول به طریق اولا. اینجا هر دو وصف برای رسول الله بیان شده، ولکن رسول الله هم رسول خداست و خاتم النبیین و خاتم انبیاست. و شاید یکی از حکمتها، بعضی وقتها این سوال در ذهن میاد که چرا فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم در طفولیت و کوچکی فوت کردند. شاید یکی از علتها هم همین باشد که ایشون خاتم النبیین هست. اگر فرزندی می داشتند این شبهه پیدا می شد که شاید این فرزند نبوت را از ایشون به ارث ببرد. لذا خداوند عزوجل قبل از این فرزندانشون را وفات دادند، چون خیلی از انبیا را ما داریم که فرزندانشون پیامبر شدند. حضرت ابراهیم علیه السلام فرزندانشون اسحاق هم پیامبر شد، اسماعیل هم پیامبر شد. فرزند حضرت اسحاق یعقوب پیامبر شد، فرزند حضرت یعقوب یوسف پیامبر شد، فرزند حضرت داود سلیمان پیامبر شد، فرزند حضرت زکریا یحیی پیامبر بود. لذا فرزندان انبیا اکثرا پیغمبر می شدند. لذا خدای عزوجل فرزندان خاتم النبیین را قبلا در طفولیت فوت دادند و خداوند موت را برای اونها مقدر کردند تا در ذهن هیچ کسی نیاید که نبوت را از ایشون کسی به ارث ببرد. به همین خاطر فرمودند ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، اما رسول الله است و
خاتم النبیین هست. خاتم عرض کردم به معنای مهر می آید، اون چیزی که در پایان اون زده میشه و پایان تمام انبیا هست و آخرین پیامبر هست. و کان الله بكل شیء علیما. خداوند به هر چیزی دانا و عالم هست. یعنی نبوت یه فضلی هست که خداوند خودش میداند که این فضل را و این جایگاه و درجه بزرگ را به چه کسی عنایت بفرماید. لذا اون چی که تا اینجا خواندیم الطاف و احسانات بیکران پروردگار بود، بالخصوص بر ما مؤمنین، بر ما مسلمانان، که الله عزوجل چنین پیامبری را برای ما فرستاده، چنین پیامبری که نبوت ایشون، پیامبری ایشون تا قیام قیامت. و این را خدمت شما هم عرض کنم، همه انبیا جایگاه خودشون را دارند، همه انبیا دارای فضل بسیار بزرگی هستند پیش خدای عزوجل، اما بر همدیگه فضیلت و برتری دارند. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. قرآن میفرماید که رسول را بعضی را بر بعضی فضیلت دادیم. فضیلتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد هیچ کسی ندارد از انبیا. یکی از فضائلش و یکی از امتیازاتشون اینه که خاتم النبیین هستند، بقیه خاتم النبیین نیستند. و این خاتم النبیین یه ویژگی دیگری برایشون میاره که ایشون پیغمبری هست که برای تمام انسانها، کافت الناس، برای همه مبعوث شدند. بقیه انبیا برای یه شهر، برای یه روستا، برای یه قوم، یه قبیله، اما ایشون و ما ارسلناک الا کافة للناس بالحق بشیرا و نذیرا و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. برای همه عالم رحمتی هست. اما از این خاتم النبیین یه چیزی دیگه هم برداشت میشه، یه وقتی تنقیص بقیه انبیا نشود. اون اینه که در خاتم النبیین احساس مسئولیت بیشتری هست نسبت به بقیه. چرا؟ چون بقیه انبیا همشون میدونند که بعد از ما پیامبرانی خواهند آمد. لذا اگر فردی از امت، افرادی از امت هدایت نشوند، اگر کمبودی در اونها باشد، بعد از ما انبیای دیگه میان تکمیل میکنند، اصلاح میکنند، درست میکنند، راهنمایی و هدایت میکنند. اما خاتم النبیین میداند که بعد از من تا قیام قیامت پیامبری نمیاد. لذا تا قیامت باید چنان برنامه ریزی بفرمایند، چنان دلسوزی، چنان خیرخواهی، چنان ارشاد، چنان هدایت که تا قیامت کافی باشد. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار راهنمایی فرمودند، در رابطه با ائمه مضلین هم راهنمایی کردند که پیشوایان گمراه کننده‌ای در آینده خواهند آمد تا قیامت. فرمودند که چندین نوع دجال می آید که دجل و فریب می کنند و می دهند شما را در رابطه با دین مواظب باشید، هوشیار باشید. و همچنین در رابطه با مجددینی که تا قیامت می آیند و باعث تجدید دین می شوند، احیای دین می شوند، در رابطه با اونها هم مژده و بشارت دادند که در هر قرنی از این انسان ها هست. لذا تشویق فرمودند که در کنار این انسان ها باشیم. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم تا قیامت همه برنامه را بیان فرمودند، علائم قیامت را بیان فرمودند، فتنه هایی که در آینده میاد بیان فرمودند. همه برنامه ایشون یه برنامه کلی تا قیامت هست. این خاتم النبیین بودن هست که مسئولیت ایشون را سنگین و دشوار میکند و دلسوزی و برنامه ریزی ایشون را ابدی میگرداند. تا دنیا هست ایشون برنامه و هدایت برای اهل دنیا دارد. لذا اگر ما به این
خاتم النبیین فکر بکنیم، این کلمه واقعا یه معنای بسیار وسیع و گسترده‌ای را در بر دارد. بعد از اینکه خداوند چنین نعمتی به ما عطا فرمودند، ما را تشویق می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردید به وحدانیت خدا و به رسالت این رسول خدا، اذکروا الله ذکرا کثیرا، خداوند را ذکر کنید، یاد کنید. ذکرا کثیرا، ذکر زیاد ذکر کنید. در رابطه با ذکر کثیر امشب وقت تمام شد، انشاءالله در درس آینده عرض می کنیم که اذکر الله ذکرا کثیرا مصداقش چی هست. اما خلاصهش را خدمت شما عرض کنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: لا یزال لسانک رطبا بذکر الله تعالی. مسند امام احمد روایت میکنه همواره زبان شما به ذکر پروردگار، به ذکر الله تر باشد، هیچ وقت خشک نشه، هیچ وقت تعطیل نشه. هر وقتی که موقعیتی گیر میاد، فرصتی گیر میاد، بیکار هستی، ذکر کن. و سبحوه بکرة و اصیلا، تسبیح او را بگو صبح و شام. عرض کردم تفصیلا عرض می کنم در رابطه با این که چرا خداوند عزوجل می فرماید ذکرا کثیرا. بقیه عبادت ها حد و مرز دارن. نماز 5 وقته، هر وقتی یا 4 رکعت یا 3 رکعت یا 2 رکعت، روزه مثلا 30 روز، حج چند روز، ولی زکات فلان مقدار. اما ذکر چون حدی ندارد، مرزی ندارد، شرط و شروطی ندارد، لذا ذکر را انتظار پروردگار این هست که ما همیشه ذکر بکنیم و اگر کسی در ذکر کوتاهی بکند او معذور نیست. چرا؟ چون مریضی هم ذکر کن، سالمی هم ذکر کن، راه میری هم ذکر کن، نشستی هم ذکر کن، تو بازاری، در خلوتی، در جلوتی. بنابراین الله تعالی از ما انتظار دارد الله را به کثرت ذکر بکنیم و این ذکر چه اثراتی دارد در زندگی انسان، در وجود انسان، در حیات انسان. اینها را انشاءالله اگر توفیقی باشد و حیاتی باقی بماند در درس های آینده انشاءالله عرض خواهیم کرد. الله عزوجل همه ما را عامل به کتاب زیبای خودش بگرداند و به سنت های سنیه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.